سلام. اجلاس تغییرات آب و هوای امسال در گلاسکو میتونست یه خبری باشه میون هزاران خبر دیگه که توجه زیادی رو هم برای ما ایرانی‌ها برنیانگیزه. اما وقتی در رسانه‌های رژیم اینطوری بهش اشاره شد که رئیسی هم به اونجا دعوت شده، این دیگه ماشه تحولاتی رو شکوند که هیچ کس توی نظام انتظارش رو نداشت. خامنه‌ای که خیلی نیاز داره برای این جلاد 67 بدنامش یک آبرویی دست و پا کنه، اون زمان حسابی دلش رو صابون زده بود که با فرستادن رئیسی به این سفر و قاطی شدنش با سایر رؤسای کشورها یه تریپ جنتلمنی از رئیسی به نمایش بذاره و خلاصه یه جوری این هیولا رو قاطی آدما بکنه. به خاطر همین اون زمان اصلاً کسی توی رژیم صحبت از نرفتن به گلاسکو نمی‌کرد، بلکه برعکس همه جا صحبت از این بود که وقتی رئیسی میره گلاسکو چه برنامه‌ای برای محیط زیست میخواد ارائه کنه. اما ایرانیان آزاده و یاران مقاومت ایران در خارج از کشور به جای محیط زیست یه برنامه دیگه برای رئیسی تدارک دیدن و خیلی سریع با برگزاری تجمعات اعتراضی و ثبت شکایت توجه رسانه‌ها رو به خواسته‌های اصلی مردم ایران، یعنی لغو این سفر یا دستگیری رئیسی در این سفر به خاطر جنایت علیه بشریت جلب کردند. قیام و دادخواهی پایانی بر جنایت. قاتل 67 کیه؟ We really hope that he is not allowed in the country, but if he is, he needs to be arrested and prosecuted and brought to justice for all of those people that he sent to their deaths. تجمعات اعتراضی فقط در لندن نبود، بلکه در چندین پایتخت و شهرهای بزرگ دنیا هم به طور خاص به مناسبت روز جهانی علیه اعدام ایرانیان آزاده تجمعات اعتراضی برگزار کردند و همه جا هم صحبت از جنایات رئیسی بود و خواسته های لغو سفر به اسکاتلند یا دستگیری رئیسی در اونها مطرح شد. رئیسی جنایت میشه، محاکمه در پیشه. Låg iransk ambassade i Danmark. خواسته خلق ایران. به طور خاص اما در اسکاتلند که مقصد سفر رئیسی بود، یاران مقاومت مثل آقای استیونسون و طاهر بومدرا به همراه 5 تن از زندانیان سیاسی یا خانواده‌های شهدای قتل عام 67 یک شکایت رسمی ثبت کردند و تحویل پلیس دادند و خواهان تحقیق پلیس از رئیسی به خاطر جنایت علیه بشریت شدند. I've sent a formal request to Chief Constable Ian Livingston, the officer in command of Police Scotland, to mount a criminal investigation under universal jurisdiction into accusations of genocide and crimes against humanity by Ebrahim Raisi, President of the Islamic Republic of Iran. Now, I submitted a 111-page dossier to the Chief Constable of Scottish Police, signed by 5 direct victims or relatives of victims who suffered torture, human rights abuse, and in many cases, extrajudicial execution at the hands of or under the command of Ebrahim Raisi. حالا بعد از اینکه این شکایت ثبت شد و موضوع تو رسانه‌های انگلیس و اسکاتلند پیچید که قصاب رو دستگیر کنید و پلیس اسکاتلندی هم جواب داد که ما داریم شکایت رو بررسی می‌کنیم، رفتن سراغ وزارت خارجه آخوندها که قضیه چیه، بالاخره آقای رئیسی تشریف می‌فرمایند به اسکاتلند یا نه، که این رو شنیدیم. آیا جناب آقای رئیسی اونجا با آقای بایدن ممکنه دیداری داشته باشن یا نه؟ ممنون. آقای دکتر رئیسی برای اجلاس اقلیمی سازمان ملل در اسکاتلند عازم نخواهند بود. از اولش هم برنامه‌ای برای عزیمت به اونجا نداشتن. صبر کن. اگه قرار نبود رئیسی بره، چرا اصلا اول اینو اعلام نکردید؟ چرا بعد از تظاهرات و شکایت و فراخوان به دستگیری یادتون افتاد ها؟ اوکی. البته جالبه که اینجا هم حتی نمیگه که این شکایت وارد نیست و رئیسی جرمی مرتکب نشده، بلکه فقط میگه قرار نبوده بره. پس معلومه که این شکایت پایه واقعی داره. حالا پایه واقعیش چیه؟ Under universal jurisdiction. یونیورسال جوریسدیکشن یا صلاحیت قضایی بین‌المللی یک اصل حقوقیه که طبق تعریف این اجازه رو به دولت‌ها میده که بدون توجه به محل وقوع جرم ادعا شده و صرف نظر از ملیت یا محل سکونت متهم اون شخص رو محاکمه کنند. البته
از این قانون فقط در مواقعی میشه استفاده کرد که جرم مرتکب شده خیلی بزرگ یا جنایات بزرگ باشه، یعنی یه چیزی مثل نسل کشی، جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت. هرچند که هنوز این اصل حقوقی در همه کشورها اجرا نمیشه، ولی خیلی از کشورها این اصل حقوقی رو توی قوانین کشورشون وارد کردن. از پایان جنگ جهانی دوم به بعد هم موارد بسیاری وجود داشته که بر اساس همین قانون محاکمه‌هایی صورت گرفته. دادگاه نورنبرگ توسط قضات آمریکایی یا محاکمه و اعدام آدولف آیشمن آلمانی در اسرائیل برخی از این نمونه‌ها هستند. کشورهایی مثل استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، مکزیک، هلند، اسپانیا، سوئیس، سوئد، انگلیس و آمریکا هم تا به حال اقدامات قضایی رو بر اساس همین اصل انجام دادند. حالا چرا رئیسی ترسید و سفرش رو کنسل کرد؟ چون همین الان یکی از همپالکیاش یعنی حمید نوری بر اساس همین اصل حقوقی توی سوئد دستگیر شده و داره محاکمه میشه. حالا رئیسی ممکنه که سواد حقوقی نداشته باشه، ولی این رو خوب میدونه که جرمش خیلی بیشتر از حمید نوریه. پس دیگه باید حساب کارش رو بکنه. به طور خاص اگر میخواد به کشوری در حوزه بریتانیا سفر کنه، چون اونجا در چارچوب همین قانون اومده که هر نوع شکایتی در رابطه با جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت باید مثل هر شکایت دیگه‌ای ابتدا به پلیس تحویل داده بشه. جنایات یونیورسال جوریسدیکشن می توانند مانند سایر جرایم به پلیس گزارش شوند. فارغ از اینکه فرد مظنون به جنایت جنگی حضورش در بریتانیا چگونه آشکار بشود. استانداردها و پروسه مستقل مشابه هر تحقیق دیگری برای دستگیری و یا محاکمه طی خواهد شد. و بعد هم توضیح میده که این پلیسه که در جریان تحقیقاتش تصمیم میگیره که نیاز هست کسی رو دستگیر کنه یا نه. برخی اوقات ممکن است در پروسه تحقیقات پلیس اداره SO15 نتیجه بگیرد که دستگیری نیاز است و برای پیشرفت تحقیقات بجاست که این کار انجام بگیرد. تمامی تصمیمات در مورد دستگیری تصمیمات عملیاتی هستند که توسط پلیس و مستقل از دولت صورت میگیرد. خب توی این کیس شکایت داده شده، پلیس هم جواب داده که داره بررسی میکنه، پس رئیسی باید روی این حساب کنه که ممکنه بره اونجا و یه دفعه به جای استقبال رسمی توی فرودگاه یه افسری بزنه رو شونش، آقا بیا چند تا سوال داریم. یعنی این صحنه. Carefully take out your weapon, holding the butt with 2 fingers only. Slowly place it on the floor and take 3 steps back. بعد تازه اینجا حتی قانون مسئولیت هم ممکنه خیلی کمکش نکنه، چون هرچند که مقامات عالی کشورها به طور عام از مسئولیت قضایی برخوردارند، ولی باز به دلیل تفاسیر مختلفی که میشه از قانون مسئولیت کرد، در همین جا هم نوشته که نهایتاً این که فردی از مسئولیت برخوردار هست یا نه موضوعیه که دادگاه باید دربارش تصمیم بگیره. و در مورد رئیسی، یک حقوقدان خیلی برجسته که از طرف سازمان ملل به عنوان قاضی دادگاه سیرالئون هم تعیین شده بود، یعنی آقای جفری رابرتسون، نظرش اینه. رئيسي ليس محميا بأي نوع من الحصانة السيادية لأن الجرائم ضد الإنسانية خطيرة جدا لدرجة أن الحصانة الرئاسية لا تنطبق عليها. سيكون لديه حماية دبلوماسية لكن ذلك لن يحميه من أي اتهام بارتكاب إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية. لقد كان هذا أمرا مروعا لآلاف السجناء الذين تم إعدامهم دون محاكمات عادلة، وإبراهيم رئيسي كان جزءا من آلة القتل. لقد تم إخفاء كل شيء عن الأمم المتحدة ولم يكن هناك أي قصاص أو عقاب. ناگفته نمونه که همه اینایی که گفتیم فقط مال دادگاه کشورها بود. علاوه بر اینها یک دادگاه جنایی بین المللی هم وجود داره که از سال 2002 بر اساس همین اصل حقوقی و با توافق 123 کشور راه افتاده که به طور خاص به نسل کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت میپردازه. و پرونده رئیسی اگر از هر طریقی به اونجا راه پیدا کنه، اونجا دیگه برای هیچ رئیس دولتی هم سر این جرایم مسئولیت قائل نیستن. همین آقای جفری رابرتسون سال 2003 که قاضی اون دادگاه بود به رئیس جمهور لیبریا حکم 50 سال زندان داد. یعنی تجربه داره که میگه مسئولیت نداره.
بنابراین دیگه به خود رئیسی برمیگرده که بخواد در آینده به یکی از کشورهای دموکراتیک که به طور خاص ایرانیان آزاده در اونجا حضور دارن سفر بکنه یا نه. دیگه خود دانید. به طور خاص که رئیسی به خاطر نقض حقوق بشر هم در لیست تحریم‌های خزانه‌داری هست و هم در لیست ممنوعیت سفر وزارت خارجه. البته رئیسی میتونه به کشورهای نزدیک رژیم مثل سوریه سفر بکنه، بره پیش بشار اسد اینا. بله جان؟ قاسم سلیمانی رفته بود سوریه؟ بله. رئیسی میتونه، آره، مثل سلیمانی میتونه سفر سوریه و عراق بره، چون رئیسی هم اسمش توی لیست، هم دستش توی جنایت علیه بشریت پره. میتونه این سفرها میتونه بره. نتیجه این که وقتی راه سفرهای خارجی بسته است، رئیسی فعلا به دوره‌گردی و سفرهای پوشالی داخلی رو آورده که یه خودی نشون بده و ملت آسی و ناراضی رو فعلا با وعده‌های توخالی بذاره روی هولد که چند ماه صبر کنید همه چی درست میشه، که به خیال خودش اینطوری قیام رو عقب بندازه. اما آخه این ترفند هم خیلی زودتر از اون که فکرشو بکنه حقش در اومد. اینها نماینده مجلس خودشون درباره سفرهای رئیسی و بعدهاش گفته اگر قرار است وعده‌ای داده شود باید بیاید در بودجه. وقتی در بودجه نمی آید یعنی پولی وجود ندارد و در نتیجه توقع ایجاد می کند که عدم اجرای آن هم نتیجهش افزایش نارضایتی مردم خواهد بود. یعنی همین سفرهای امروز خودش سوخت اعتراضات بیشتر خواهد شد و چشمه‌های از این اعتراضات رو هم در سفرهای اخیرش دیدیم. پس تا جایی که به هموطنان آزاده در خارج از کشور برمیگرده، تا الان راه نفس رئیسی رو به هر جایی که قصد سفر داشته بستن. در داخل کشور هم روز به روز داره اعتراضات علیه سفرهای شوآف رئیسی بیشتر میشه. این سرنوشت جلاد 67 که باید عبرت تاریخ بشه. وقت بخیر و خدا نگهدار.